انسان‌هایی که در مسجد توف می اندازند، یعنی نه در روی مالچه‌شان، در روی مالچه توف کردن، بین افشاندن، این گناه نیست، زیرا وی همراه تو هست. لیکن در جای سجدگاه در مسجد از حساب بی حرمتی اگر شما بینی می افشانین یا آب دهانتان می پرتایین، رسول الله گفتن از همه در گناه وزنین ترین در دفتر بدی ها من در همین چیکار کردم؟ کشف کردم، در همین دیدم. رأیت رجلا یتقلب فی المسجد فی الجنه. رسول اکرم گفتن شب معراج من وقتی که در جنت سیر و گشت میکردم یک مردی را دیدم. نگاه کردم یک مردی را که هر گوشه جنت میخواست حرکت میکرد. پرسان کردم که این مرد چی درجات دارد؟ بر من میگه خبر دادن اون مردی هست من شجرت قطعها من ظهر الطریق كانت تؤذي المسلمین. این مردی که میبینی که در باغهای جنت سیر و سیاحت دارد، این در دنیا یک روز به یک کوچه گذر کرد، یک نوده از بالای سر مسلمان ها کشال بود که گذشتگی انسان آزار اون نوده را میدید. این مرد همون نوده را قط برید، هر تا که یک برادر مؤمن و مسلمان ضرر نبیند، از این خاطر خدای را وارد جنتش کرد. از این خاطر کدام ما و شما در راه میگردیم، هر چیزی که میبینیم ما را آزار میدهد، البته برادر مؤمن ما و شما را آزار میدهد، باید از راه دور کردیم. انشاءالله ما و شما ثواب خیلی زیاد میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. در محبت هر کی او دعوا کند، در محبت هر کی او دعوا کند، صد هزاران امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظیم. آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست. آیت اول به ما و شما هشدار میدهد، خبر میدهد، ندای مهربانانه الهی به سوی ما و شماست. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید، فرض گردانیده شد بر شما روزه داشتن این ماه مبارک رمضان، همچنانی که فرض گردانیده شده بود بر امتها و پیغمبرهایی که پیش از شما بودند، شاید که پرهیزکار باشید. این معنای تفسیر آیتی که اول بر شما قرائت کردم. از این آیت ما و شما چی را اخذ کرده میتوانیم؟ این اخذ کرده میتونیم که این ماه رمضان در امتهای پیشینم فرض گردانیده شده بود، یک ماه مکمل. بعضی انسان ها میگویند 3 روز است، 5 روز است، اینا کذب است، اینا دروغ هستند. خدا در قرآن ماه ذکر کردگی هست. یک ماه رمضان بر همه شما فرض گردانیده شد. کدام شما اگر فرضیت ای را انکار کنین، شما کافر هستین، شما مسلمان نیستین. آیتی که دویم بر شما خواندم، تحلیل امام شافعی را بر شما میکنم
که حضرت گفتند ولا نبلونکم بشیء من الخوف. خداوند در این آیت بر ما و شما از روی تفسیر امام شافعی به ما و شما خبر میدهد که خدا میگوید البته به البته بندگان خودم را در دار حیات امتحان میکنم. با چی امتحان میکنم؟ من الخوف، از خوف. امام شافعی میگوید المراد من الخوف خوف من الله. مراد از این خوفی که خدا در این آیت به ما و شما خبر داد خوف از خداست. خدا میگوید من از ترس خودم شما را امتحان میکنم. آیا در پنهانی و در آشکارا، آیا در روشنی و در تاریکی از من میترسید یا نمیترسید؟ شما را من امتحان میکنم. یک حادثه و یک عمل پیش شما میارم، در تنهایی هم میسنجم تان، در آشکارا هم میسنجم. کنی حال تو چگونه هست؟ کنی در همه صورتها از من میترسی یا نمیترسی؟ مراد از خوف امام شافعی میگوید همین است. والجوع موضوع ما و شما. المراد من الجوع صوم رمضان. امام شافعی میگوید خدا میگوید که من بندگانم در گرسنگی میسنجم، در گرسنگی امتحانشان میکنم. امام شافعی گفتند که این مراد از گرسنگی خداوند ماه مبارک رمضان در نظر دارد که آیا من یک ماه مبارک که عبارت از گرسنگی و تشنگی هست بالای بنده ها میارم، آیا طاقت دارن یا ندارن؟ آیا احترام ماه مبارک میکنن یا نمیکنن؟ آیا در امر خدای خود سر میفرارن یا نمیفرارن؟ در این من بندگان خدا امتحان میکنم. از این خاطر است که شاعر گفتند در محبت هر که او دعوا کند، کسی میگوید من محب خدا هستم، من محب پیغمبری خدا هستم، 100 هزاران امتحان بر وی کند. خدا در این 50 ساله و 60 ساله حیات شما 100 هزار امتحان بالای شما میاره. گر بود صادق کشد باری جفا، اگر دعواش حقانی باشد، در اصل محب خدا، محب پیغمبری خدا باشد، تمام این مصیبت، تمام این سنجش ها را در گردن خود میبردارد و شکر میکند. گر بود کاذب گریزد از بلا. لیکن اگر دروغگو باشد، دعواش دعوای دروغ باشد، اینا در حال خودشان را خواه در حالت رمضان باشد، خواه در حالت خوف از خدا باشد، خواه در حالت یگان ضرر بر زراعتش باشد، خواه در حالتی که مصیبت بر خانش می آید، البته خودش را نشان می دهد. من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفتند کدام انسانی که اگر در ماه مبارک رمضان خرسند می شود، ماه رمضان آمد خرسندی میکند که ماه رمضان به داخلش خرسند می شود، حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفت خداوند میگوید که من جسد او را نمیگذارم که در آتش دوزخ بسوزد، من نمیگذارم که در عذاب من دوچار شود شخصی که با داخل شدن ماه مبارک رمضان چکار میکند؟ خرسند میشود، غمگین نمیشود، خرسند میشود. برای چی؟ برای چی؟ صاحب کتاب میگوید هر وقتایی که ماه رمضان فرا میرسد کشاده میشود، روز اول صاح العرش و الکرسی و الطیور فی الهوا السمک فی الماء الشمس والقمر والنجوم ما دونهم یقولون. کرسی صدا میداده است، کرسی الهی، عرش صدا میداده است، ملائکه ها صدا میدادند، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، پرنده های در آسمان، ماهی ها در زیر آب، تمام حشرات هایی که در روی دنیا جان دارند. صاحب کتاب درة الناصحین میگوید همه اینها صاح، فریاد میزنند. چی میگویند؟
میگویند طوبی لامت محمد صلی الله علیه و سلم بما عندهم عند الله من الکرامه. خوش به حال امت محمد صلی الله علیه و سلم با آن چیزی که در نزد خدا از برای اونها هست در این ماه مبارک رمضان. یعنی آن ثواب و آن اجرهایی که در این ماه مبارک رمضان است اونها با خبر هستند، اونها میدانند. خوش به حال امت محمد که بر این ماه مبارک رسیدند. حدیث قدسی است که خداوند میگوید کل عمل ابن آدم له الا صوم فانه لی و انا اجزی به. خب چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید، خداوند میگوید که همه عمل فرزند آدم از برای خودی وی است مگر روزه. روزه از من است، زیرا که بنده از خاطر من نه طعام میخورد، نه شراب مینوشد، نه همراه زنش خانه‌داری میکند، همه از برای من است. از این خاطر جزا و مکافات آدم روزه‌دار من خود میدهم. خداوند خود وعده کرده است لأن الحسنات مجتمعة و طاعة مقبولة و دعوات مستجابة و الذنوب مغفورة و الجنة مشتاقة لهم. صاحب کتاب میگوید زیرا اینکه در ماه مبارک رمضان نیکی های شما 1/700 ضرب کرده می شود. تمام طاعتی که شما نیم کاله هم که انجامش میتین خداوند اون قبول می سازد. دعایی که شما به سوی خدا می بردارین، دست هاتون طلب بکنین، خدا قبولش میکند. گناه های شما را خداوند مغفرت میکند. بازم همه این چه است؟ جنت مشتاق آدم روزدار است که آدم روزدار در داخل خودش جنت به اذن الهی جای میکند. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. پیغمبر میگوید وقتی رمضان آمد درهای جنت باز کرده میشوند، درهای آتش دوزخ بسته میشوند و شیطان ها در تمام روی دنیا بسته میشوند. در این یک ماه تمام مردم مسلمان از شیطان ایمن هستند. اگر کدام از ما و شما را خداوند نصیب کرده باشد در این ماه سفر ما و شما را به سوی آخرت، از روی وعده پیغمبر خدا درهای جنت برای ما و شما باز کردگی هست. ما و شما راستن به چی میریم؟ وارد جنت میشویم. از عذاب خدا به حرمت این ماه مبارک ما و شما ایمن میمانیم. انشاءالله در باب این فضیلت های ماه رمضان با شما صحبت ها میکنیم. الحال میخوام یک چند مسئله را که خیلی ضروری هستند، مسئله های داخل به ماه مبارک رمضان هستند، برای شما قرائت میکنم. گوش اندازیم تا که کدام عملها روزه ما و شما را میشکند، کدام عملها روزه ما و شما در هیچ خللی ندارد، کدام عملها در روزه ما و شما نقص میارد. انشاءالله الحال به شما خوانده میدهیم. من جامع او جمع في احد سبيلين او اكل او شرب غذاء او دواء عمدا قضى وكفر كالمظاهر وهي بافساد اداء رمضان لا غيره. کدام مردی که با زن خود خانه‌داری میکند در ماه رمضان یا در ماه رمضان خوراک میخورد یا در ماه رمضان آب می نوشد، غذا باشند، یعنی بدن انسان از استفاده این قوت پیدا کند، او دوا یا اینکه دوای را استفاده میکند، یعنی چیزی نباشد برای درد دندانش باشد، درد سرش باشد، درد دستش باشد،
دارو میخورد، اگر اینها قصدن باشند، یعنی روزدار بود و بعدن چیکار کرد؟ خیلی هیچی گپی ندارد گفت، گرفت با زن خودش خانه‌داری کرد، یا طعام در پیشمان خوردن گرفت، یا از آب نوشید بی پروایانه قصدن، اینجا شریعت از روی قرآن هم حکم میکند که این بنده در نزد خداوند گناهگار شد. در این یک روزی که وی خورد 2 ماه و 1 روز کفارت بدهد. اگر همین 2 ماه و 1 روز روزه ندارد، کفارت چه ندهد، در نزد خدا ای اولا روزدار نیست و در نزد خدا گناهگار است و البته از حساب این اعمال بدش در نزد خداوند گناهگار می شود. کفارتش انا همین است، در 1 روز قصدن کسی که میخورد، یعنی جورته میگه ما و شما استفاده میکند، کفارت میدهد. مثل مظاهر گفت. مظاهر کی هست؟ مظاهر در کتاب زهاری، کتاب طلاق میگوید که مظاهر کسی هست که یگان اعضای زنش را به اعضای زنش مانند میکند. مثل میگوید که سینه های تو مثل سینه های مادرم هست، یا شکم تو مثل شکم مادرم است، یا پای تو یا ران پای تو مثل ران پای اپم است. اگر به اینها تشبیه داد، این مردم تا کفارت 2 ماه روزه نگیرد به زن خود دیگر نزدیک. کفارت فقط در همین ماه مبارک رمضان است. اگر کدام ما و شما اگر از ماه رجب روزه بگیریم، از ماه شوال بگیریم، اگر قصدن هم که بخوریم، اینجا در 1 روز قضا میگیریم، کفارت در گردن ما نیست. و این روزهای نفلی هستند، اونا فرضی نیستند. فقط کفارت برای همین روزهای فرضی هست. در 1 روز روزه میگیرد، در کدام حالت؟ اگر خطااً روزه را بخورد. مثل دیروز ما قید کردیم که شما در ماه مبارک رمضان غرغره آب نکنین. اگر مبادای غرغره آب کردین و آب به حلق شما رفت، در 1 روز روزه میگیری، کفارت ندارد دیگر. کفارت فقط برای آدمی که قصدن میخورد. برای آدمی که نافهمیده در حالت همان غرغره کردن آب که رفت، این صورت در 1 روز روزه میگیری. یعنی ماه رمضان را که تمام کردی، بعد رمضان عید که گذشت، بعد عید چند روزه که مثال خطا 1 روز خطا کردی، 2 روز خطا کردی، چیکار میکنی؟ 1 روزی روزه میداری.